ملت شریف ایران، رویارویی جبهه کفر و شرک و اصحاب اپستین با لشکر مقتدر اسلام به مراحل سرنوشت سازی رسیده است و لازم است چند نکته را در این زمینه عرض کنم. نکته نخست، تاکید مجدد بر حفظ وحدت و اتحاد مقدس ملت ایران با امت یکپارچه اسلامی در برابر توطئه دشمنان است. در این زمینه اوامر رهبر معظم انقلاب در حفظ وحدت جامعه و پشتیبانی از مسئولان کشور فصل الخطاب همه ماست. نکته دوم، لزوم خونخواهی رهبر شهید امام امت و همچنین ملت بزرگ ایران اسلامی از این خونخواهی کوتاه نخواهند آمد و به فضل الهی ذلت و نکبت قاتلان و آمران این جنایت به صورت قطعی رقم خواهد خورد. نکته سوم، استیصال آمریکای جنایتکار در باتلاقی است که در آن گرفتار شده است. بایستی مجددا روی این واقعیت تاکید کنیم که نظامات حاکم بر تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. به رئیس جمهور متوهم امریکا توصیه می‌کنیم این پنبه را از گوش خود بیرون کند و تا قبل از اینکه شکستی سنگین‌تر از شکست قبلی را تجربه کند، منطقه‌ای که هزاران سال است محل زندگی ما و نیاکان ماست را ترک کند. نکته چهارم، جمهوری اسلامی ایران به نصرت الهی و به پشتیبانی بازوان پرتوان نیروهای مسلح مقتدر خود آمادگی کامل دارد تا در صورت ماجراجوی دشمن آمریکای صهیونیستی آنها را به صورت سخت و پشیمان کننده تنبیه کند. بهتر از مردم آمریکا پیش از آنکه سربازان آمریکایی با تابوت به کشورشان باز کردند، رئیس جمهور سفاک خود را کنترل کنند.